قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. با شکر و سپاس پروردگار، آرزوی موفقیت برای یکایک شماها. موضوع بحثمون بحران در خانواده هست. بر اینکه با خود این عنوان آشنا بشیم و موضوع رو خوب بفهمیم، بنده یک توضیح مختصری پیرامون خود کلمه بحران میدم، چون هدفمون این نیست که ما با الفاظ بازی بکنیم و یه حرفایی داشته باشیم ولی متوجه حقیقت و مفهوم این کلمه یا قضیه نباشیم. یعنی بدونیم صحبتمون پیرامون چه هست. خود بحران به آشفتگی، نابسامانی، مشکلات، گرفتاری ها، اما زمانی دیگه بهش میگن بحران وقتی مشکلات و گرفتاری هایی که در درون خانه شکل میگیرد و به جایی میرسد که دیگه آرامش رو از اهل و اعضای اون خانواده سلب میکند و اساس و بنیان خانواده رو تهدید به از همگسیختگی و متلاشی شدن میکند. بهش میگن بحران. چون اگر اختلافات معمولی باشه که در هر خانواده‌ای هست، یعنی انسان هر کجا باشه چون جایز الخطاست، چون کمال مطلق مال خود الله جل شأنه، اللهی که کامل است، اما بندگان خدا کامل نیستن، ضعف‌هایی در همه ماها هست. اینه که ممکنه یه وقتی مرد ناراحت بشه، یه وقتی زن ناراحت بشه، یه وقتی این یه کلمه بگه که طرف مقابل تحمل نکنه. برعکسش هم هست، بگو مگو در درون خونه هست همون گونه که در بیرون از خونه هم هست. ولی ما یه وقتی خانواده هایی رو داریم که دیگه شب و روزشون شده درگیری، شده دعوا و فرزندانشون در یک جو و شرایطی زندگی میکنن که آرامش رو ندارن، همیشه داور و یا شاهد و ناظر دعواهای، حتی یه وقتی خیلی بیمورد پدر و مادرن و خود اون زن و شوهرم زندگی درون خونهشون به جایی که آرامش و سکونت داشته باشن، برعکس بحرانها و مشکلات حاد اونها و سخت اونها باعث شده که خبری از آرامش و سکونت نداشته باشن. اینه که بحثمون امروز در رابطه با همینه، یعنی اون اختلافات و نابسامانی ها و آشفتگی هایی که در نظام خانوادگی هست که علت یابی بکنیم چه چیزایی باعث میشه که هم چه مشکلاتی پیش بیاد، که هم پیشگیری بکنیم اونایی که خدا بهشون توفیق داده و زندگی خوبی دارن بدونن که این زندگی خوب داشتن و سالم داشتن یک نعمت بسیار بزرگ الهی است که خداوند به انسان ها میبخشد. و از طرفی اونایی که خدایی نکرده دچار یک چنین
مشکلاتی دارن میشون علاج و درمانی براشون باشه. چون خانه و خانواده در دین مبین اسلام اینو بدونیم که جایگاه بسیار ارزشمندی داره. اینطوری نیست که مرد یا زن فکر بکنن که فقط به خاطر خودشون ازدواج کردن و زندگی رو تشکیل دادن. همه به خاطر خود انسان نیست، بلکه به خاطر اون فرزندانمون، اولادمون، به خاطر دینمون. چون نگاه کنید اگر در یک روستایی، در یک جامعه‌ای، در یک محیطی، در یک آبادی که از چندین خانواده تشکیل شده و دارن زندگی میکنن مردم، اگر قرار باشه خانواده ها سست، ضعیف و همیشه با هم درگیر باشن، جامعه روی هم رفته سست و ضعیف می شود. به همین جهته که نه مرد و نه زن حق ندارن بدون هیچ انگیزه و سببی خیلی راحت بخوان اون خانه و خانواده رو به هم بزنن. اگر قضیه طلاق در دین مبین اسلام مقرر شده، این گونه نیست که به مرد تشویق کرده که هی با کوچکترین قضیه زن رو طلاق بده، یا تشویق کرده که زن به مجرد اینکه یه مسئله کوچیکی میان او و شوهرش پیش اومد تقاضای طلاق بکنه. در دین چنین چیزی درست نیست و تشویق نشده. طلاق به عنوان آخرین راه حل است که دیگه واقعا ببینید قرآن وقتی قضیه فیصله و داوری میان مرد و زنی که دچار بحران شدن و خانه‌ای که بحران زده شده، میگه که بعد از اون راه حل هایی که مرد نمیتونه، موفق نمیشه، خود شوهر موفق نمیشه مشکل رو مهار بکند، اون موقع میگه داور انتخاب بکنید از طرف خود مرد و از طرف زن، بنشینن بررسی بکنن. اگر مصلحت رو بر این دیدن که جدا بشن زن و شوهر، اون موقع جداشون بکنید. توصیه های زیادی ما برعکس داریم، تشویق بر این که تا اونجایی که می شود کانون خانواده همیشه گرم نگه داشته بشه و کسانی دخالت بکنن که اون مرد و زن از هم نپاشه زندگیشون، تا جایی که پیغمبر فرمودن علیه الصلاة و السلام لیس منا من خبب امرأة علی زوجها. پیغمبر تبری جستن، گفتن اصلا از راه ما و سنت ما نیست، این کار ما نیست که کسی بیاد یک زن رو نسبت به شوهرش دل سرد بکنه. این خواهرها دقت بکنید، یه وقت آدم یک کلمه ای ممکنه بگه که زن دلش از شوهرش متنفر بشه. این کلمه ما بسیار خطرناکه. مواظب رفتارهامون باشیم، مواظب کلمات و گفتارهامون باشیم. نکنه خدایی نکرده زن و شوهر رو نسبت به هم دیگه بدبین بکنیم با سخنچینی، با دل سرد کردن. بالاخص دنیای پر زرق و برق و میدان چشم همچشمیست امروزه دیگه بیشتر. اگر دنیا ذات اون این گونه هست، امروزه دیگه بیشتر. دنیای بسیار تجملاتی است. نکنه انسان یه وقتی گل بخوره بره به ملاقات و دیدار مثلا یه خانواده‌ای، یه دوستی، یه خویشاوندی، حالا از یک جو خانواده‌ای بلند شده مرفه، زندگیشون خیلی مثلا مزین و تجملاتی است، رفته به یک خانواده‌ای که خیلی زندگیشون ساده هست، بدور از تشریفات، بدور از تزیینات، بدور از تجملات، چون ندارن. ولی زن و شوهر در همون کلبه درویشی و فقیرانشون زندگی آبرومندانه ای رو دارن پشت سر میگذارن. حالا یه وقتی شیطان آدمو گول نزنه بره زیر گوش اون خانم بنشینه بگه چطوری با شوهرت دارید زندگی میکنید با این خونه؟ اگر من بودم 1 ساعت با این مرد زندگی نمی کردم. میدونید با این کلمات چه کردید؟ آتشی به پا کردید، آتش فتنه که ممکنه این زن دیگه یا با شوهرش نتونه زندگی بکنه که منجر بشه به طلاق، یا این که زندگی این زن و شوهر که با آرامش پیش میرفت شما به هم بزنید. درگیری، دعوا، سر و صدا،
زن نافرمانی بکند که بله حق با این دوستمه، حق با این زنه، من چطوری دارم زندگی میکنم؟ مگر من انسان نیستم؟ مگر من دل ندارم؟ مگر من جوون نیستم که دارم جوونیمو به پای همچه مردی که هیچی نداره دارم سر میکنم؟ این خیلی خطرناک است. این کار ابلیسانه هست، کار شیطانی است که فردای قیامت بایستی این زنی که همچه فتنه ای رو به پا کرده در برابر رب العالمین پاسخگو باشه، پاسخگوی خدا باشه. ببینید وقتی میگم کار ابلیس است، چون پیغمبر علیه السلام در روایتی که ازشون نقل شده، این روایت شاید بارها شنیدید، میفرمایند که ابلیس برا خودش تختی دارد، چون فرمان روایی میکنه در عالم شیاطین، یه پادشاهی است برا خودش در اون عالم شیطان ها، عرشی دارد، تختی دارد، اما بر آب زده، تخت خودش رو روی آب گذاشته و سربازان و افراد و نیروهای شیطانی خودش رو میفرستد که برید و هر کسی فتنه بزرگی رو به پا بکند او به من نزدیکتره، بهش جایزه بزرگی میدم. سربازای ابلیس میرن، بر میگردن، میگه من فلانی دوچار همچه وسوسه ای کردم، تو مرتکب همچه فتنه و گناه و معصیت شد. میگه کاری نکردید. یکی دیگه میاد، بعد یکی از اون سربازای ابلیس میاد میگه من کاری کردم که میان زن و شوهر جدایی افکندم، کاری کردم که مرد از همسرش جدا شد، یعنی خانواده رو به هم زدم، میان زن و شوهر به هم زدم. ابلیس میگه که بیا نزدیک بشو، بله من اینو میخوام. لذا وقتی قرآن از سحر و جادوگری که در ارتباط با شیاطینن، جادوگران و ساحران ارتباط با شیاطین دارن، حتی پروردگار اون رو در حد کفر میداند، اینا ممکنه با این سحر و طلسم و جادوشون خیلی از آزار و اذیت‌ها به دیگران برسانن، اما قرآن یکی از مهمترین اون رو بیان می‌فرمایند فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه. چیزی رو میآموزن از اون دو تا فرشته که منظور همون بحث سحره، که میان مرد و زن یعنی زن و شوهر جدایی میندازن. پس مواظب گفتارهامون و رفتارهامون باشیم. اسلام اومده نظام خانوادگی رو برپا کرده که زندگی با آرامشی داشته باشن. خدا بهشون فرزندانی داد، در سایه یک چنین زندگی که زن و شوهر دارن فرزندانی رو تحویل جامعه بدن. پیغمبر علیه السلام میفرمایند فانی مکاثر بکم الامم، من روز قیامت به کثرت امتم افتخار میکنم، میبالم که امتهای من از همه امتها و ملتهای پیغمبرای دیگه بیشترن. توی مادر اگر در نظام خانوادگی اون همه زحمات متحمل میشوید به خاطر اینکه یک بچه رو از دوران بارداری و وضع حمل اون و شیردهی اون و بزرگ کردن اون، اگر این همه زحمات متحمل میشوید، میدونید پیغمبر علیه السلام به همین دسترنج تو، به همین کوشش تو روز قیامت افتخار میکند. اما آغاز بحثمون هست عوامل و اسباب ایجاد مشکلات در خانواده ها از کجا شروع میشه؟ چه باعث میشه که این مشکلات بروز بکنه؟ عوامل و اسباب گوناگونی است که خیلی وقتا ما متوجه نیستیم به عدم توجه به یک سری نکات. قدم اول و عامل اول انتظارات بیجا و یا بیش از حدی که طرفین از همدیگه دارن. یعنی چی؟ اینجا یک نیازی داره به توضیح. درسته که زن و شوهر
اینا قبل از اینکه ازدواج بکنن از همدیگه انتظاراتی داشتن که وقتی ما ازدواج کردیم واقعا احترام، محبت، آسایش، آرامش، تأمین به اصطلاح مایحتاج زندگی از طرف مرد، ساماندهی و سازماندهی نظام خانوادگی از طرف زن، اینا جزو انتظاراته، ولی انتظارات بجاست. ولی اینو بدونیم ما وقتی ازدواج کردیم وارد یه خونه ای میشیم که اعضای اون خونه مرد و زن، مرد و زن همون مرد و زنی هستند که قبل از ازدواج هم زندگی میکردن تو نظام خانوادگی با پدر و مادراشون و به همین صورت بشر بودن، مشکلات و درگیری ها و مسائل گوناگون بوده. به مجردی که ازدواج کردن که دیگه فرشته نشدن. ما که از نظام به اصطلاح خانوادگی و از اون ازدواج انتظار نداریم که دیگه پا تو بهشت گذاشتیم که دیگه پا تو نظام به اصطلاح زندگی خانوادگی گذاشتیم. دختر تصور بکنه وقتی ازدواج کرد، پسر وقتی تصور بکنه که ازدواج کرد دیگه تمام شد، پا تو بهشت گذاشته، هر چی آرزو داشته بهش دست پیدا میکنه. نه خیر، دنیا سراسر اون از بد و تولد تا مرگمون در هر شرایطی، شرایط گوناگون، مشکلات خاص خودشو داره. بهش جاییست که آدم انتظاراتش بالا رفته و کامل شده و اون چه میخواد تو بهشت هم خدا بهش میده. هر چی میخوای، هر چی انتظار داری و هر اون چه که حتی در ذهن تو هم نبوده که فکرش هم نمی کردید خدا بهت میده. اما تو دنیا نه، خیلی چیزایی که تو ذهنت میاد پیدا نمی کنی در نظام خانوادگی. پس انتظارات ما اونگونه نباشه که بیش از حد و بیجا باشه، که مثلا حالا به چه صورت احساس بکنیم که بله وقتی ازدواج کردیم دیگه همیشه تو زندگیمون آسایش و آرامش، نه دلتنگی، نه سر و صدا، نه خیر. همون مردی که تو رو دوست داره، همون زنی که تو شوهرش رو دوست داره، اینطوری نیست که اصلا سر و صدا نکنه، اصلا روشو ترش نکنه، اصلا صداشو بالا نبره. اگر ما این انتظار رو داشته باشیم که بله مرد هیچگاه به زنش کمترین کلمه ای که اونو ناراحت بکنه نزنه، چنین چیزی بیجاست. روشو ترش نکنه، یه وقتی صداشو بالا نبره، صداشو بالا برد، تا یه هفته دیگه زن ناراحته. این یه انتظار بیجاییه. ممکنه مرد ناراحته، ممکنه زنم ناراحته. پس عفو و گذشت و صبر و چشم‌پوشی برای کیه؟ برای زمانی که مثلا یه وقتی مرد ممکنه ناراحت بشه زن حوصله بکنه، یه وقتی ممکنه زن ناراحت بشه مرد حوصله بکنه. اما این که انتظارمون این باشه که مرد و زن با هم دیگه هیچی نگن، باریکتر از مو به هم نگن، روشونو ترش نکنن، صداشونو بالا نبرن، به هم دیگه گیر ندن، این انتظار بیجایی است. اگر ما این انتظار رو داشته باشیم با مشکل روبرو میشیم. همچنین یه وقتی انتظاراتی که مثلا مرد از زنش داره که اطاعت و فرمانبرداری مطلق، خب درسته که حق مرده که زن ازش فرمانبرداری بکنه، مطیعش باشه، ولی زن دیگه یک توانمندی داره. یا این که به اصطلاح از اون طرف مرد وظیفشه که زندگی زن رو تأمین بکنه، وظیفشه، مسکن و خونه و لباس و اینا. حالا انتظار زن این باشه که بله چون وظیفه مرد هست پس اون چه من میخوام مرد بایستی برا من تأمین بکنه. خب این گونه نیست که، چون اون چه که انسان میخواد تو این دنیا اگر بخواد برآورده بکنه خودش و دیگرها رو گرفتار میکنه. لذا انتظاراتمون انتظارات بیجا نباشه، انتظارات بجایی باشه که در توان طرفین باشه که اون رو به اصطلاح انجام بدن. یکی از انتظاراتی که زن و شوهر، بالاخص شوهرها از زناشون دارن، حالا ما یه مقداری قضیه رو بایستی باز بکنیم چون حالا تا اونجایی که اجازه بده خود جلسه، انتظاری که بالاخص مرد از همسرش داره و به صورت متقابل انتظارات اون غرایز طبیعی و جنسی است که در وجود انسان هاست. یکی از انتظاراته که زن مسلمان بدونه خیلی وقتا یکی از علتهای بارز و برجسته بروز مشکلات تو خونه به همین قضیه برمیگرده. زن فکر میکنه که داره زحمت میکشه، غذا، لباس، جارو زدن، تربیت فرزندا، همه اینا انجام میده. خب مرد دیگه چشه؟
دیگه چی میخواد از زنش؟ خب به خونه میرسه، به زندگی میرسه، به فرزندان میرسه. چرا مرد ناراحته؟ چرا مرد راضی نمیشه؟ اصلا یکی از اهداف اساسی خود ازدواج چیه؟ مگر نه اینه که قرآن توصیه کرده که ازدواج بکنن به خاطر حفظ عفت؟ مگر نه اینه که قرآن میگه اگر کسایی نمیتونن ازدواج بکنن عفتشون رو حفظ بکنن؟ یعنی این نیاز طبیعی که در وجود مرد و زن هست یک نیازی است که خدا نهاده و از طریق ازدواج و زندگی زناشویی بایستی تأمین بشه. حالا ما نمیگیم که در هر شرایطی ممکنه زن شرایط براش هموار نباشه، اما من اینو میگم خواهران که زن مسلمان بایستی دقت بکند که قبل از اینکه اون همه به فکر رنگارنگ کردن سفره، اون همه به فکر اینکه خونه رو اونقدر مزین بکنه، درسته به خونه برس، به غذا برس، ولی قبل از اینکه به این مسائل توجه بکنه، اگر میخواید شوهرت ازت راضی باشه، اگر از نظر روحی و روانی و اخلاقی دچار مشکل باهات نشه، اگر فکر و روح مردت میخواهید آرام بشود، اونم در دنیای امروز بایستی بدونید که مسائل زناشویی و غرائز طبیعی که در وجود مردت هست جزو حاشیه زندگی قرار نده. بگو حالا این مسئله هر وقت فرصت شد، هر وقت حوصله کردیم. نخیر، مسئله اونقدر مهمه که ممکنه مرد دچار بحران روحی و روانی بشه و ممکنه هم خدایی نکرده در بیرون از خونه قدمش بلغزه، دچار چشم رانی بشه و ممکنه هم خدایی نکرده در دام فساد و معصیت و گناه بیفته. این یک مسئله بسیار مهمیه که هنوز خیلی از زنها نمیدونن. وقتی من میگم که شما قبل از اینکه حتی جوانای ما ازدواج بکنن برای دخترها کلاس نهاده بشه، برای پسرها کلاس نهاده بشه، با این قضیه واقعا آشنا بشن. زن بایستی بدونه رفتن زن مثلا به بازار، به عروسی، به گردش، به تفریح، به دید و بازدید، به ملاقات نمیدونم خویشاوندا، مسائل گوناگونی که هست، به خود خونه، اینا یه طرف قضیه. اشباع کردن همسر و راضی نگه داشتن شوهر از همه اینا مهمتره برای خود زن. وقتی مرد تو اون قضیه راضی بشه، اخلاق او خوب میشه، برخوردش خوب میشه، نظام خانوادگی مستحکم میشه. اینه که خواهرها به این قضیه به دید جدی نگاه بکنن. اینه که پیغمبر فرمودن علیه السلام که اگر مردی همچه تقاضایی رو از همسرش بکنه، از زنش بکنه و زن تسلیم نشه، حالا بهانه های گوناگون بیاره، تا صبح و دم صبح فرشتگان لعنتش میکنن. واسه چیه؟ مسئله مهمه. اینجا دیگه مسئله این نیست که ما شفاف صحبت نکنیم، رو در بستی داشته باشیم، تعارف داشته باشیم، چون مسئله زیربنایی است تو نظام خانوادگی. اگر زنا تو این قضیه درست عمل بکنن، یک بخش بزرگی، ما نمیگیم همیشه، ما نمیگیم همه مردا به قول معروف با این قضیه دیگه اخلاقشون و برخوردشون خوب میشه، ولی یک بخش عظیمی از مسائل و مشکلات خانواده و نظام خانوادگی حل میشه. بالاخص دنیای امروز متاسفانه جوونا قبل از اینکه ازدواج بکنن از برنامه‌هایی که نبایستی استفاده بکنن استفاده میکنن، از فیلم‌های گوناگونی که نبایستی استفاده بشه استفاده میکنن. و فیلمم چون فیلمایی که ممکنه عادی، چون فیلمایی که غیر عادی باشه. اساسا فیلم، خواهرها هم دقت بکنن، فیلمایی که انسان نگاه میکنه نبایستی به عنوان الگو قرار بدید، چون فیلم غالبا که اونایی که مستند نیستن، فیلمای ساختگی است، دارن بازی میکنن. ممکنه یه انسانی که مثلا میگم اون اخلاق و رفتاری که تو فیلم نشون میده تو نظام خانوادگیش نداره مثلا، پس فیلم نمیتونه الگو باشه خواهران. ولی متاسفانه چون فیلم های بسیار مبتذلی، حالا جوونه به حکم جوونیش نگاه کرده وارد نظام خانوادگی میشه، هیچ خبری از اون رفتارها تو نظام خانوادگی نمیبینه. اینه که زن به این نکته دقت بکنه. بحث رسیدن به شوهر از نظر زینت و آرایشش، خیلی وقتا مردم مراجعه میکنن به عنوان دردشون، به عنوان مشکلشون، میگن ما مثلا
لباس رو براشون میخریم، دمپایی براشون میخریم، عطر و عطورات براشون میخریم، اما استفاده نمیکنن مگر در وقت عروسی. یعنی مگر ما یا مرد دل نداریم؟ مگر ما نمیخوایم آرایش و زینت برامون بکنه، بوی خوش بزنه تو خونه، که فقط برای عروسی ها استفاده بکنه زن؟ وقتی مردت بهت عطری هدیه میکنه، حالا بهت بگه یا نگه، زن عاقل بایستی بدونه که این عطر رو که بهت هدیه کرده، مرد برای چی بهت هدیه کرده. میخواد بهت بگه من بوی خوشتو میخوام، نه در بیرون، تو خونه. وقتی یه لباس و زیور و زینتی بهت هدیه میکنه، بازم میخواد بهت بگه من دوست دارم این زیور و زینت رو بر همسرم ببینم. پس زن عاقل بایستی دقت بکنه تا نظام خانوادگی مستحکم باشه. بلخص جوانا بیشتر دقت بکنن. همچنین یکی از مشکلات دیگه بی اطلاعی زن و شوهر از حقوق و تکالیفی است که نسبت به همدیگه دارن. ما آگاهی نداریم که وظیفمون در قبال همدیگه چه هست، از نظر شرع، از نظر خدا چه وظیفه‌ای داریم. زن چه وظیفه‌ای داره نسبت به شوهر از طرف خدا، از طرف پیغمبر علیه السلام. وقتی من بهتون میگم مطالعه بکنید، کتاب بخونید، واسه اینه. ما مسلمونیم. ممکنه یک مرد و ممکنه یک زن در روز قیامت وقتی محشور میشه در پیشگاه خدا به عنوان یک ظالم و ستمگر محاکمه بشه. به هیچ کسی هم ظلم نکرده، فقط به زنش، و یا زن فقط به شوهرش ظلم کرده، محاکمه میشه به عنوان ظالم، به عنوان ستمگر. پس بایستی دقت بکنیم، حقوقی هست. اینه که من اینجا خیلی خلاصه اون حقوقی که زن و شوهر نسبت به هم دیگه دارن بهش اشاره میکنم تا انشالله با آگاهی از این حقوق و تکالیف و وظایف ما بتونیم زندگیمون رو منظمتر بکنیم، قدر همدیگه رو بهتر و بیشتر بدونیم. اولا اینکه زن چه حقوقی داره، چون نگاه کنید قرآن وقتی حقوق رو بیان میکنه اول به زنها اشاره میکنه، به حقوق زنها، و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف. اول به حقوق زنها میگه برای زنها حقی بر مردا همون گونه که مردا برشون حق دارن. چون بارها این حقوق گفته شده فقط توصیه هست. حقی که زن داره، خب اگر زن بایستی خونه رو تأمین بکنه، ساماندهی بکنه خونه رو، تربیت فرزند، جو رو آماده بکنه برای مردش، که مرد خستگی، چون مرد وظیفشه کار، تلاش، ابتکار، خلاقیت، جو آرامی بایستی باشه که استراحت بکنه، بعد از استراحت دوباره بره تلاش بکنه و کوشش بکنه تا جامعه و امت بارور بشن. از اون طرف خداوند به مرد گفته بایستی اون خونه رو و مسکن رو برای زن تأمین بکنید. وظیفه مرده، وظیفه مرده که مسکن مناسب تأمین بکنه. بحث غذاست، بحث لباس، بحث اخلاق و رفتار خوبی که مرد بایستی با همسرش داشته باشه. اگر بحث مدیریت هست، خداوند گفته که در نظام خانوادگی بایستی مدیر باشه. مرد مدیره، مدیریت مرد بایستی همراه با صبر، با تحمل، با خویشتن‌داری، با عفو و گذشت، با برنامه ریزی، با حکمت، با اخلاق درست، تا جایی که پیغمبر علیه السلام یکی از علائم و نشانه های خوب بودن مرد اخلاق خوب در درون خونه میدونه. خیرکم خیرکم لاهله و انا خیرکم لاهلی. بهترین مردا اون مردایی هستن که با همسراشون خوبن، بهترن. و من فرمود خود پیغمبر علیه السلام با همسران و اهلم خیلی خوبم، برخوردم خیلی خوبه، اخلاق خوب، حضور بلخص در شب در کنار همسر و زنش و بچه هاش باشه، این حق زنه. مگر اونجایی که مرد واقعا حالا کارش به گونه‌ای است که ممکنه یه وقتی شب کار باشه، ممکنه مشکلی پیش بیاد. اما اینکه مرد بخواد غیبت مکرر بدون عذر و یا غیبت طولانی ولو با عذر، این خیلی مهمه. این حق زنه که بلخص شبا در کنار همسرش باشه. لذا حتی عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه وقتی یک زنی شکایت میکرد
گله من بود از نبودن همسر و شوهر در کنارش، اومد مشورت کرد با این و اون و بالاخص با دخترش حفصه رضی الله تعالی عنها که ام المؤمنین بودن. تصمیم گرفتن که سربازایی که به جبهه میرن، سربازن به جبهه میرن برای گسترش دین خدا، وصیت کرد که یک سرباز 4 و نهایت 6 ماه بیشتر نره، دوباره برگرده به سر خانوادهش. اون مردایی که روزا سر کارن، شبا هم نشست ها با دوستا و رفقا و حتی مردایی هستن تو خونه نشستن سرگرم فیلمن یا با دوستاشون دارن بازی میکنن، این حق زن داره ضایع میشه از روی جهل و نادانی است. وقتی این حق رعایت نشه قطعا سردی پیش میاد، مشکلاتو پیش به بار میاره. اینه که این گونه مسائل اگر رعایت بشه، اخلاق نیک، رفتار خوب داشته باشه، مرد سعی بکنه خودشو در کنار زن و بچهش ببینه، بعد اون غیرتش غیرت معتدلانه باشه، آدمی نباشه که با سوء ظن، با تنگ نظری زن رو گرفتار بکنه، با کمترین صدایی، با کمترین حرکتی متهم بکنه همسرش. خب این یک رفتار انسان مؤمن نیست. اینا جزو حقوق زنه. اگر مرد بدونه چقدر زندگی زن خوب میشه، و اگر بعد زن هم به اون حقوقی که مرد بر دوشش داره اشاره میشه رعایت بکنه، چقدر زندگی زن و شوهر خوب میشه، چقدر دوستی میاره، چقدر محبت دو طرفه و دو جانبه میاره. محبت و مهر دو طرفه واقعا زندگی رو گلستان میکنه. امیدواریم که خداوند به هممون توفیق بده که بتونیم جوی رو آماده بکنیم و بسازیم در درون خونه که آرامش دینی و دنیوی داشته باشیم. موفق و مؤید باشید و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند میپذیرند.